سوال: آیا می توانید چیزی در مورد راز زن بگویید؟ این یکی از باستانی ترین پرسش هاست. مرد همیشه در مورد زن متحیر بوده است و مشکل اصلی نه زن است و نه مرد. اگر بخواهی موضوع را به سطح واقعیت و وجودین تنزل بدهی، مشکل بین سر و دل است. سر نمیتواند راز دل را درک کند. سر منطقی است، استدلالی است، ریاضی است، علمی است. دل هیچ چیز از منطق و دلیل و برهان را نمی شناسد. دل به روشی کاملا متفاوت عمل می کند. عملکرد آن در سر تولید این مفهوم را می کند که اسرارآمیز است. سؤال در مورد زن نیست. سؤال از تفاوت عملکرد زن توسط دل و مرد توسط سر برمیخیزد. آیا هرگز شنیده اید که زنی بپرسد راز مرد در چیست؟ زنان به سادگی آن را می دانند. مسئله از برهان منطقی برمیخیزد. این پدیده‌ای بسیار سطحی است. برای اشیا و با چیزهای بیجان خوب است. با آنها کاملا مناسب معامله می کند، زیرا یک چیز مورد فضای داخلی و درونی ندارد. وجود درونی ندارد. زندگی ندارد. دانشمندان در مورد اشیا کاملا برحق هستند. ولی لحظه ای که به ذهنیت subjectivity فکر کند، درونی بودن، حیرت زده هستند، زیرا در اینجا منطق نمیتواند عمل کند. دل میداند بدون هیچ روند شناختی، بدون قیاس منطقی، بدون مباحثه. چگونه میدانی که گل سرخ زیباست؟ آیا این یک نتیجه گیری منطقی است؟ اگر منطق را وارد کار کنی، قادر نخواهی بود ثابت کنی که گل سرخ زیباست، زیرا منطق نمیتواند پدیده زیبایی را اندازه گیری کند. وقتی میگویی که گل سرخ زیباست، از دل عمل کرده ای. وقتی میگویی که شب پر ستاره تو را مجذوب کرد، این یک جمله منطقی نیست. اگر مجبور باشی با زور آن را اثبات کنی، ناتوان خواهی بود. آنگاه ناگهان هوشیار خواهی شد که این دل بوده که سخن گفته و سر مطلقاً از این که سر در بیاورد که دل چگونه عمل می کند ناتوان است. ولی دل در مورد سر دچار همان مشکل سر نیست، زیرا سر سطحی است و دل در ژرفای وجود تو است. پایین تر نمی تواند والاتر را بشناسد. والاتر به سادگی پایین تر را می شناسد. نیازی به استدلال نیست. قلب تو هم والاتر و هم عمیق‌تر از سرت است. زن می تواند یک شاعر باشد، ولی نمی تواند واقعا یک ریاضیدان باشد. ریاضیات کاملا یک بازی ذهنی است. شعر پدیده‌ای کاملا متفاوت است. به یاد خانم انیشتین، همسر آلبرت انیشتین افتادم. او یک شاعره بود و آلبرت انیشتین شاید بزرگترین اندیشمند علمی در تمام اعصار.
طبیعی است که خانم انیشتین میل داشت که همسرش در مورد شعر او چیزی بداند. انیشتین سعی کرد تا میتواند از موضوع پرهیز کند، ولی عاقبت یک شب ماه تمام در آسمان بود و خانم انیشتین نتوانست این وسوسه را تاب بیاورد. او شعری زیبا در مورد ماه تمام سروده بود و آن شعر را با صدای بلند خواند. آلبرت انیشتین با تعجب به او نگاه کرد و تقریباً شوکه شده بود. آن زن نتوانست بفهمد چرا این طوری به من نگاه می کند. فوقش این است که می تواند بگوید که شعر خوبی نبوده، ولی طوری به من نگاه می کند که گویا من دیوانه شده ام. پس از مدتی از همسرش پرسید که چه فکر می کند. انیشتین گفت من هرگز فکر نمی کردم که تو این همه دیوانه باشی. تو از ماه صحبت می کنی که خیلی زیباست. در مورد ماه صحبت می کنی که تو را به یاد معشوق می اندازد. این کاملا بی معنی است. ماه خیلی بزرگ است. نمی تواند جانشینی برای معشوق باشد و ماه ابداً زیبا نیست، فقط معمولی است، مانند زمین. حتی از زمین هم معمولی تر است، زیرا سبزی ندارد، آب ندارد، فقط یک زمین بایر است. و آن نوری که تو می‌بینی که از آن ساطع می‌شود نور خودش نیست. آن نور را از خورشید قرض گرفته است، از خود ماه نمی آید. اشعه های آفتاب به آن می تابد و آن اشعه ها دوباره به سمت زمین بازتاب پیدا می کنند. منبع آن ماه نیست. من همیشه فکر کرده بودم که تو یک زن تحصیل کرده هستی، ولی حتی الفبای فیزیک را هم نمی دانی. حال نوبت خانم انیشتین بود که طوری به او نگاه کند که گویی او دیوانه است، زیرا قرن هاست که شاعران در مورد ماه ترانه سرایی می کنند و شعر می گویند. زیباییش، جاذبه عظیمش، نورش. ماه یک دلبری و طلسم خاصی روی قلب انسان دارد. همچنین اینک این واقعیت اثبات شده است که ماه شب 14 تأثیرات هیپنوتیزم خاصی روی انسان دارد. تمام مردان روشن ضمیر، در واقع تمام آنها به جز ماهاویرا، در شب ماه تمام به اشراق رسیدند. ماهاویرا تنها استثناست. او در شب بدون ماه به اشراق رسید. گوتام بودا در شب ماه تمام زاده شد، در شب ماه تمام به اشراق رسید و در شب ماه تمام از دنیا رفت. او یک نمونه کامل از تأثیرات طلسمگونه و مسحور کننده ماه تمام است. انسانهای زیادی در این شب دیوانه می شوند. اینها آمار اثبات شده است. ماه تمام به نوعی ذهن انسان را به ابعادی ورای عقل و منطق می کشاند و این تنها انسان نیست که تحت تأثیر ماه تمام قرار می گیرد. حتی اقیانوس هم تحت تأثیر قرار می گیرد، ولی یک فیزیکدان، یک ریاضیدان قادر به این درک نخواهد بود. و خانم انیشتین دیگر هرگز در مورد شعر با همسرش صحبت نکرد. با وجودی که به سرودن ادامه میداد، آنها را منتشر نمی کرد. از همان نخستین شعرخوانی مشخص شد که چنین گفتگویی بین آن دو ممکن نخواهد بود، ولی این یک مورد استثنایی نیست. هیچ زن و شوهری در موقعیت ادراک همدیگر نیستند. سوء تفاهم یک موقعیت طبیعی است.
مرد چیزی میگوید و زنش بیدرنگ چیز دیگری میشنود. مرد نمیتواند باور کند که زنش چگونه به این نتیجه گیری رسیده است و برای زن آن نتیجه گیری مطلقاً روشن است. تردیدی در موردش وجود ندارد و هرچه بگوید مرد قادر به درک آن نخواهد بود. روانشناس ها شروع کردند زوجها را دشمنان صمیمی بخوانند، intimate enemies. چون این هم هستند، زیرا هیچ کدام دیگری را درک نمی کند. ولی دلیل این دشمنی نه زن است و نه مرد. دلیلش بسیار عمیق‌تر است. همان تفاوت سر و دل است. بنابراین مایلم روی این نکته تأکید کنم که این سوال از همان آغازش اشتباه شکل گرفته است. این راز زن نیست، راز دل است که سر قادر به درک آن نیست. دل در مورد سر مشکلی ندارد، پایین تر است و در لایه‌ای سطحی تر و دل این را درک می کند. بنابراین وقتی مردان می گویند که زن یک راز است، زنان بین خودشان می خندند. این احمق‌ها را ببین. آیا هیچگاه شنیده اید که زنی بگوید که زنان اسرارآمیز هستند؟ آنان همدیگر را خوب می شناسند. رازی وجود ندارد. بهتر است یک بعد دیگر را هم بشناسی. مرد و زن را فراموش کن و فقط به سر و قلب خودت فکر کن. آیا این دو با هم یگانگی دارند؟ آیا قادر هستند که همدیگر را درک کنند؟ من با آلبرت انیشتین ملاقات نکردم، ولی دوست دارم به این دلیل ساده با او ملاقات کنم که از او بپرسم او چگونه عاشق همسرش شد. کدام فیزیک، کدام ریاضی، کدام علم پشت سر تجربه عاشق شدن وجود دارد. ولی شاید او هرگز به این فکر نکرده است. عشق از قلب می آید، نمی تواند از سر بیاید. حتی بزرگترین دانشمندان نیز گاهی از راه سر منحرف می شوند. یک غروب زیبا و او غرقه شده. او فراموش می کند که یک دانشمند است و مجاز نیست از این کارهای زنانه بکند. او یک ذهن مردانه است و هر دانشمندی بدون اینکه هرگز فکر کرده باشد که عشق چیست عاشق زنی می شود. این یک راز است. حتی دل خودت برای تو یک راز است. ادراک من این است که ماهاویرا در ابتدا از پذیرش زنان خودداری کرد. همین در مورد گوتام بودا هم صدق می کند و همین در مورد مذاهب دیگر هم صادق بوده است. تمام آنها زن را در مرتبه دوم قرار دادند و دلیلش به نظر من این است که تمام این به اصطلاح مذاهب ما سرگرا هستند. head oriented. سر خیلی زیاد. too much head. خدای آنها عشقشان نیست. خدای آنها فکرشان است. یک فرضیه است. آنها یک نظام ساختند. منطقی، عقلایی، بدون نقص. و این ذهنهایشان است که این نظام را ساخته است. این یک اکتشاف نیست. این چیزی را از اسرار جهان هستی مکشوف نمی سازد. چرا تمام این مذاهب از زنان وحشت داشتند؟ دلیل دیگری هم هست، ولی اساسی ترین دلیل این است که تمام بنیانگذاران مذاهب مرد بودند و نظریه های آنان از سر صادر شده است.
اجازه دادن به زنان برای هم سفر شدن با آنان معادل ایجاد دردسر بوده، زیرا اینها دو زبان مختلف را به کار میبرند. آنان از فضاهای متفاوتی می آیند. فوقش این است که یکدیگر را تحمل کنند. این چیزی است که بین هر زن و شوهر رخ داده است. آنان همدیگر را تحمل می کنند. هر نوع گفتگوی سلیم بین این دو به نظر ناممکن می رسد. هر گفتگویی بین زن و شوهر بیدرنگ به مشاجره می انجامد و زن از دیدگاه مرد شروع می کند به رفتارهای دیوانه‌وار. مرد نمی تواند درک کند این چه مباحثه است، ولی زن می داند که فقط چنین بحثی اوضاع را تعیین می کند و تعیین شده است. مرد به سادگی موافقت می کند حق با تو است، فقط چیزهای بیشتری را از بین نبر. در هر مباحثه‌ای با زن همیشه زن برنده است، با وجودی که او هیچ چیز از مباحثه کردن نمی داند. روزی که بودا نخستین زن را به سلوک پذیرفت، گفت دین من قرار بود 4000 سال دوام آورد، اینک فقط 500 سال دوام خواهد آورد. نه یک خوش آمدگوی بزرگ برای آن زن. از او پرسیده شد چرا؟ و او گفت غیر ممکن است که زن و مرد را بدون اینکه با هم نزاع کنند در یک مکان دور هم جمع کنید. دین خودش را از درون نابود خواهد کرد. اگر فقط مردان را میپذیرم امکانش این است که دست کم 5000 سال ادامه داشته باشد، زیرا آنان همدیگر را درک می کنند. باید در این مورد بسیار هوشیار باشی. من نخستین کسی هستم که فرقی بین پذیرش زن و مرد نمیگذارم و احساس من این است. اگر قرار بود به گوتام بودا پاسخ بدهم چنین میگفتم: اگر فقط مردان بودند برای 500 سال دوام داشت، ولی حالا که زن و مرد با هم هستند میتواند برای ابد دوام داشته باشد. وقتی سر و دل با هم باشند تو کاملتر و تمامتر هستی. دل یک بخش است و سر بخشی دیگر، ولی با هم. اگر اتحادی برقرار شود نیروی تو 2 برابر نیست، چندین برابر خواهد بود. سر و دل چگونه میتوانند در یک نقطه دیدار کنند؟ و این پرسشی چندین بعدی است. بین زن و مرد است، بین سر و دل است، بین شرق و غرب است. یکی از شاعران سلطنتی انگلستان، رودیارد کیپلینگ، 2 بیت شعر مشهور سروده است که بیش از تمام آثار او شناخته شده است. این 2 بیت مشهور چنین است: شرق شرق است و غرب غرب، و این 2 تا جفت هرگز به هم نخواهند رسید. هیچ کس در این مورد بحثی نکرده است و او شاعر دربار انگلیس بوده است. ولی من مطلقاً مخالف هستم، بدون هیچ شرط و هیچ پرهیز، زیرا هر کجا که ایستاده باشی نقطه تلاقی شرق و غرب است. بمبئی در غرب کلکته است و کلکته در شرق بمبئی قرار گرفته. توکیو نسبت به کلکته شرق است و کلکته نسبت به توکیو در شرق است. در هر کجا که باشی نمیتوانی بگویی که در شرق هستی و یا در غرب. اینها عبارات نسبی هستند، قلمروهای تثبیت شده نیستند. هر کجا که باشی، در هر انسان، در هر درخت، در هر پرنده، شرق و غرب با هم دیدار دارند. رودیارد کیپلینگ فقط چرند میگوید، ولی در این جمله مسخره‌اش نکته ای دارد.
و آن نکته همین است: غرب سرگراست و شرق دلگرا. همان پرسش است با جهتی دیگر: چگونه میتوانند ملاقات کنند؟ بین سر و دل چگونه میتواند یک عشق صمیمی وجود داشته باشد و نه یک دشمنی صمیمی؟ آنها در مراقبه با هم دیدار می کنند، زیرا در مراقبه سر خالی است و دل خالی است. سر از افکار خالی است و دل از عواطف و احساسات. وقتی دو تهی وجود داشته باشند نمی توانی آنها را از هم جدا نگه داری، زیرا چیزی بینشان وجود ندارد تا آنها را جدا نگه دارد. جمع 2 0 می شود 1 0. دو هیچ چیز را نمی توانند دور از هم وجود داشته باشند. دو هیچ چیز نمی توانند دور از هم وجود داشته باشند. باید که یگانه شوند، زیرا حتی حصاری میانشان نیست. ولی رودیارد کیپلینگ با وجودی که بیشتر عمرش را در هندوستان زندگی کرده بود، هرگز چیزی در مورد مراقبه نشنیده بود. در مراقبه است که سر و دل با هم دیدار می کنند و در همدیگر ذوب و گم می شوند. در مراقبه است که زن و مرد در همدیگر ذوب می گردند. در هندوستان ما یک تندیس بسیار باستانی هست. یکی از زیباترین آثار هنری تندیسی از آرداناریشوار. تندیسی است که نیم زن است و نیمی مرد. مجسمه ای از شیوا است، خدای هندو که نصف بدنش مرد است و نصف دیگرش بدن زن. تا زمان کارل گوستاو یونگ چنین فکر می شد که این فقط اسطوره است و یک تمثیل و شعر است، ولی این نمی تواند درست باشد. تمام اعتبار متوجه کارل گوستاو یونگ است که به دنیا معرفی کرد که این فقط یک اسطوره و تمثیل نیست، یک واقعیت است. هر مرد و هر زن هر دو با هم است، زیرا هر کودک از یک پدر و مادر زاده می شود. بنابراین چیزی از پدر و چیزی از مادر در آن کودک حضور دارد، چه دختر باشد و چه پسر. تنها تفاوتی که می توان گذاشت این است که مرد قدری مرد تر است، شاید 51% مرد و 49% زن، و زن قدری زن تر است، شاید 51% زن و 49% مرد، ولی این تفاوت زیاد نیست. برای همین است که از نظر علمی ممکن شده که جنسیت را تغییر بدهند، زیرا که آن جنسیت دیگر هم حاضر است، فقط درصد هورمون ها را باید تغییر داد. چیزی که 51 بود باید بشود 49 و یا برعکس، زن مرد می شود و مرد زن می شود. ولی تو حتی در درون خودت نیز آسوده نیستی. یک تضاد وجود دارد، یک نزاع پیوسته میان سر و دل، بین زن و مرد. این نزاع فقط وقتی میتواند حل شود که سر از فکر کردن دست بردارد و دل احساس کردن را رها کند و هر دو فقط یک فضای خالص باشند. در آن تهیا یک دیدار عظیم و یک دیدار عظیم و یک ادراک عظیم رخ خواهد داد. یک دیدار عظیم و یک ادراک عظیم. من هیچ زنی را چون یک راز نمی بینم. سخت نگاه کردم و شاید مرد دیگری در تمام دنیا مثل من نباشد که با این همه مرد و این همه زن تماس داشته باشد. ولی برای من نه زن یک راز است و نه مرد یک راز است، زیرا در درون خودم سر و دل در یکدیگر ذوب شدند و این به من منظرگاهی بخشیده است
و تمام دیدگاه اطرافم را تغییر داده است. اگر واقعا مایلی که راز زن را بشناسی، باید هنر ذوب کردن سرت را در دلت بیاموزی. این نه تنها به تو کمک می کند که راز زنان را بشناسی، بلکه کمک می کند که راز مردان را هم بشناسی. نه تنها این، بلکه به تو کمک خواهد کرد که راز تمام جهان هستی را بشناسی. راز وجود دارد ولی مختص به زنان نیست. تمام جهان هستی یک راز است. این باران زیبا، این موسیقی بارش باران، سرخوشی درختان، آیا فکر نمی کنی که این یک راز بزرگ است؟ در مکانی که سالها تدریس می کردم یک کوهپایه وجود داشت و در آنجا یک استراحتگاه بود که در عمق جنگل و کاملا دور افتاده بود. در اطراف آن برای مایل‌ها هیچ کس وجود نداشت. حتی خدمتکاری که در آن استراحتگاه کار می کرد عصرها به خانه خودش می رفت. من عادت داشتم هرگاه که فرصتی به دست می آوردم به آنجا بروم و گاهی باران می بارید مانند حالا و من در آنجا تنها بودم و در اطرافم هیچ کس نبود. فقط موسیقی باران، فقط رقص درختان. هرگز این زیبایی را از یاد نبردم. هر وقت باران میبارد من به یاد آنجا میافتم. یک تأثیر بسیار زیبا بر جای گذاشته است. اگر نگاه کنی هر گلی یک راز است. آن رنگ ها از کجا می آیند؟ هر رنگین کمان یک راز است. هر لحظه از زندگی یک راز است. فقط بودن در اینجا. آیا این اسرارآمیز نیست که تو در هیچ کجای دیگر نیستی و در اینجایی؟ زمانی که چشمانت روشن باشند و سر و دلت دیگر در نزاع نباشند، همه چیز اسرارآمیز می‌گردد. آنگاه مایل نیستی از آن راز زدایی کنی. این مطلقاً زشت و جنایتکارانه است. راز هستی باید همان گونه که هست مورد استقبال قرار بگیرد. تشریح کردن آن و راز زدایی از آن یک تهاجم و یک خشونت است. انسان اهل مراقبه فقط از گلها، از درختان، از پرندگان، از باران، از خورشید، از ماه، از مردم لذت میبرد. این خوب است که تمام ما در یک کلیت رازآلوده محصور هستیم. اگر هر رازی رمزگشایی میشد، زندگی بسیار کسالت آور میگشت. تمام تلاش علم بر این است که از هستی راز زدایی کند. توجه شعر و هنر به لذت بردن و استقبال از رازهای هستی است. و عارف انسان با دیانت راز را زندگی می کند، نه از بیرون مانند شاعر، بلکه از خود درون آن. او خودش یک راز است. داستانی زیبا وجود دارد. دوست داشتم که اگر می توانست واقعی باشد. در شرق عاشقان بسیار زیادی بودند. عاشق و معشوق‌های بسیار مشهور. مشهورترینشان لیلی و مجنون است. هیچ کدام از آنها نمی توانستند با هم دیدار کنند و با هم زندگی کنند. این خوش اقبالی آنان بود، زیرا آنان برای تمام عمر به عشق ورزیدن به دیگری ادامه دادند. لیلی بسیار ثروتمند بود.
و والدین او حاضر نبودند که دخترشان را به دستهای مجنون بسپارند. مجنون کسی نبود، فقط یک گدا بود. فقط برای پرهیز از او و برای اجتناب از تهمت‌ها و بدگویی‌ها والدین او از شهر خودشان به شهر دیگر سفر کردند. آنان در شهرهای مختلف کاسبی و خانه داشتند. روزی که آن شهر را ترک کردند، مجنون در حاشیه شهر زیر درختی ایستاده بود، فقط برای اینکه با معشوقش لیلی آخرین دیدار را داشته باشد. او لیلی را روی شتر دید و کاروان دور می شد. او تا جایی که می توانست به نگاه کردن ادامه داد و ادامه داد و در صحرا می توانید تا مسافت دور را ببینید و مانعی در میان نبود. عاقبت آنان در افق ناپدید شدند، ولی مجنون به نگاه کردن ادامه داده بود. اینجا جایی است که آن داستان به اسطوره بدل می شود، ولی با یک اهمیت عظیم. او هرگز آن مکان را ترک نکرد. او به عشقش اعتماد کرد و او اعتماد داشت که لیلی روزی از همان مسیر باز خواهد گشت. راه دیگری به آن شهر نبود. پس از 12 سال لیلی برگشت. پدرش مرده بود و او بالاخره آزاد شده بود. او هرگز با مرد دیگری ازدواج نکرد. او اصرار ورزیده بود که اگر او قرار است ازدواج کند فقط با مجنون ازدواج خواهد کرد. پدرش گفته بود اگر تصمیم تو این است، پس تصمیم من این است که تو هرگز ازدواج نکنی. ولی وقتی پدرش مرد، لیلی برگشت. حالا 12 سال مدت زیادی است. در این مدت مجنون زیر همان درخت زندگی کرده بود. شاخ و برگ زیادی رویده شده بود و او غذا نخورده بود، آب ننوشیده بود و آهسته آهسته با درخت یگانه شده بود. ایستادن 12 سال زیر درخت. او آهسته آهسته بخشی از آن درخت شده بود. لیلی برگشت و در شهر به جستجوی مجنون پرداخت. مردم گفتند این داستانی غمناک است. مجنون برای خداحافظی با تو رفته بود ولی دیگر باز نگشت. فقط گهگاهی در سکوت عمیق شب از یک درخت صدایی برمی آید و تو را می خواند: لیلی، خیلی طولانی شده، کی برمیگردی؟ و مردم از آن درخت وحشت دارند، زیرا به نظر آن درخت روح زده شده است. هیچ کس نزدیک آن درخت نمی رود. لیلی به دیدن درخت رفت. او صدا را شنید. آن خوش آمد همراه با خوشحالی را شنید، ولی نتوانست ببیند که مجنون کجا پنهان شده است. لیلی وارد شاخ و برگ‌های درخت شد. با دشواری توانست درک کند که مجنون بخشی از آن درخت شده است. این نمیتواند واقعی باشد و داستان لیلی و مجنون یک داستان صوفیانه است. شاید نماد یکی شدن با جهان هستی باشد. سعی نکردن برای راز زدایی، بلکه یگانه شدن خودت با آن راز. این است ادراک واقعی. آن راز همیشه یک راز باقی خواهد ماند، ولی با راز شدن خودت است که درک خواهی کرد. این تنها ادراک درست است. تمام ادراک‌های دیگر فقط
دانش‌های قرض گرفته شده از دیگران است.